استاد سلام. استاد یه سوال، نظر شما در مورد ایده تخلیه تهران که رئیس جمهور مطرح کردن چیه؟ عرض ادب. طول اندام. چی بود گفت؟ من گفتم طول ادب. شما بودید. خسته نباشید. ببین بزرگواران، من بخوام خیلی کارشناسانه خدمت شما توضیح بدم، انیمیشن پاندای کنفوکا رو کدومی کتون دیده؟ استاد کارتون تماشا می‌کنید؟ بله عیبی داره بگه. نه همونجوری نیست. تو انیمیشن پاندای کنفوکا معضل اون شهر چی بود؟ پاندای کنفوکا؟ خیر، معضل یک فرد شروری به اسم تایلانگ. فرد راجبه برای انسان توصیف بکنن دیگه میشه قلاده، همون چیزی که تو کشور ما رو به انقراضه. پلنگ. البته زیاده. یوز پلنگ ایرانی منظورم. یوز پلنگ پلنگ هم کردم. استاد شما داره اشتباه میگی. اگه توجه کن وارد حاشیه نشده. اجازه بده از این اول بخوای بری تو حاشیه ما به مشکل میخوریم. من کاری ندارم، نه صدا تو بیا پایین پسر. گوش کنید چی دارم میگم. معضل انیمیشن ستارخان به بالا برید پلنگ داره، به پایین یوز پلنگ داره. شما اشتباه رفت. شما کدوم خبرگزاری هستی؟ من همینجوری فعال رسانه‌ام. یاد باشه بعداً آخر جلسه این آقا بی دفتر من کارش. تو انیمیشن معضل یه چیزی به اسم تایلانگی که میخواد بیاد شهر رو نابود کنه و فلان و بیشتر از زندان فرار کرده. بزرگی اون شهر استاد چی میگه؟ میگه آقا شهر رو تخلیه کنید. 50 تاشی میرن شهر رو تخلیه میکنن، خودش میمونه و تایلند. تا اینجاش که درسته دیگه. یه سوال، رئیس جمهور میخواد با کم‌آبی بمونه خودش رو کم‌آبی؟ کارشناسا اینطور گفتن. با ابرا میخواد بجنگه؟ خیر، با کم‌آبی میخواد بجنگه. با آبینی باید اصلا آبینی باید. وقتی شهر خالی باشه خود رئیس جمهور حضور پیدا میکنه، لوله رو درست میکنه، کم مصرف میکنه، یه تنه تهران رو از بیابی نجات میده. شما این چیزا رو نمیفهمید، این چیز کارشناسیه. آقا این شویار اسم شما چیه بزرگوار؟ مشکل پلنگا اینجوری حل میشه. پلنگا رو صادر میکنیم، پخش میشن، یه جا نیستن خدای ناکره شکارشون کنن. این مشکل بچه اندرزو اینا هستن. مشکل آب تهران مال پلنگاست. یعنی خیر، آب تهران اینا مصرف. من هم چی حرفی نزدم، داری وارد حاشیه میکنی داداش. استاد نظر شما در مورد طرح فیلترینگ چیه؟ آیا اینترنت ما طبقاتیه؟ طبقات ما اینترنتیه چی؟ والا یه سری جاها اینترنتشون آزاده، یه سری جاها این حرفتو نشینه میگیرم. دست شما رو ببین داداش، اینترنت ما طبقاتی نیست. الان فضای اینترنت جامعه متشنج داره. به اصحایی میکنم اون چیزه. نه این چیه بابا؟ اون اینو بگیر، اینو بده، دست شما داره. معضل اینترنت تو کشور ما یک طبقاتی معضل. نه خیر، توجه کن برادر من، همه که نمیتونن اینترنت. آقا اسلحه دست کیه؟ دست کی این اسلحه؟ دست شما. دست نیروهای مسلحه. چرا؟ چون اونا بلدن استفاده کنن. دست شما. چرا دست مردم عادی نیست؟ این اسلحه دست نیروهای نظامیه. چرا دست مردم نیست؟ من بگم چون مردم بلد نیستن دستشون بگیرن. بعد گفتی ولی فهمای کلامو رسوندی. این اصلا دست مردم نیست چون بلد نیستن استفاده کنن. اینترنت ما طبقاتی نیست. اینترنت ما دست کسایی که میتونن استفاده کنن. مگه نه؟ مگه اینطور نیست؟ اونا بلدن دستشون بگیرن. استاد طبقه ما اینترنت داره؟ کدوم طبقه شما؟ همین طبقه. نه منفی یک نداره. اینترنتو برای چی میخوای؟ بالاخره ارتباطات، صحبت کردن از اون طرفا. با کی؟ حالا شیرینی خورده اید با هم؟ شیرینی هم میخوریم. استاد سوال، یعنی الان اینترنت ایران مثل اسلحه میمونه برای مردم؟ احسن، باریکلا. اسلحه دست پلیس، دست مردم نهایتا تفنگ آب باشه. یعنی الان این اینترنت که دست مردمه و پلتفرم‌های داخلی حکم تفنگ آب باشه داره؟ منظور من این نبود، ولی اینجوری هم نیست. مثلا پلتفرم‌های داخلی در قبال پلتفرم‌های خارجی مثل تفنگ ترقه‌ای میمونه. زشت اینجوری نیست. به شما ربطی داره؟ بله. من بواسیر دارم. استاد طبقه ما اینترنت قطع شده. طبقه شما اینترنت هست؟ قطع شده چون اسرائیل زده. خب اومد زد، بس کنید دوباره میزنه. چه منطقی شما پشتش گذاشتید؟ آبم همین میاد میزنه. آبم زد، مگه تجریشو نزد؟ پلنگا رو چی؟ پلنگ معضل ماست. ما باید اینا رو زندگیری کنیم و در مکان‌های مخصوص. خصوص آبمون تا شهر برمیاد. سطح‌ها پر شده. آبمون همین سطح خالی شده. کی خالی کرده پلنگا؟ بالاخره گفتید معضل. شما پلنگ نگهداری می‌کنی برادر من، می‌دونی روزی چند لیتر آب می‌خوره؟ بهترین ابزار ارتباطی چیه به نظر شما؟ مثلا ایمیل، نامه، دیگه تماس تلفنی. کفتر. دود. اون دود نه. دود.
آتیش روشن میکنی پشت بوم، یه دونه پتو خوراکشه. ببین نه هزینه بسته میدی، برن زیر نه خرج فیلترینگ، نه آتیش داره بوم، نه خرج فیلترینگ دوش دولت میندازی. زیر ساخت خیلی لازم نداره. زیر ساخت لازم نداره. باریکلا آفرین. چی؟ هوا آلوده نمیشه. رئیس جمهور علاوه بر پلنگ و ببین خب بالاخره خود اینترنت هم امواجی داره. در عوض این امواج از زندگی شما حذف میشه. خب پس دود خیلی عامل مهمی. سمت دود برید. یعنی آقا شما میتونی پیامک کوتاه، پیامکی که میخوای بدی، پیام کوتاه، پیامک میخوای بدی با قلیون میدید و سیر. دوست دارم. ایموجی خنده. بگو بابا. مردم عادی بلد نیستن دستشون بگیرن. نه خیر چون من چی؟ طبقه ما اینترنت داره. خون طبقه شما؟ ما همین طبقه. به چه منظور؟ با کی؟ نه ایشون نامزد درست. شیرینی خوردته؟ میخوام. آقا خیلی تبریک میگم. سلامت. خیلی مخلصیم. انشالله که به پای هم پیر بشین. در خدمتم باز یاد بگیر. ببینی که ایموجی خنده. نمیدونم. میدونی روزی چند لیتر آب میخوره؟ پلنگ؟ الان 1 لیتر آب گرون‌تره یا 1 لیتر بنزین؟ چند آب میخوره هر روز؟ مثلا قیمتی که یعنی 65 درصد قیمتی که کم نیست، حجم قیمتی که کم نیست.